ففي الاتصال امتداد جسر العطف والمحبه. در پیوست کردن علاقه با خویشاوندان دراز کردن جسر در زبان تاجیکی پول کوپروک میگن، شاید زبان ازبکی باشد، یعنی پیوست کردن پول و المحبه و پیوست کردن محبت. جسر العطف، عطف و مهربانی و مودت و محبت پیوست کردن است با همراهی با سبب اتصال، یعنی پیوست کردن علاقه اگرچه به واسطه تلفن باشد. و فی المراسله بقاء الود، و در نوشتن پیامک ها به هم دیگر باقی ماندن ود هست. ود یعنی محبت باقی میماند. به آنها یک چیزهای نیک فرستانید، یک پیام خوب فرستانید، یک صحبت خوب فرستانید. و فی تبلیغ السلام تجدید العهد، سلام فرستانیدن هم به واسطه دیگر کس، این هم تجدید عهد است، یعنی عهد همدیگر را خبرگیری هست. و کل وسیله مباحه لتقویت اواصر ذوی القربى اغتنمها فی اداء تلك العباده. هر یک وسیله که مباح است یعنی حلال است برای پیوست کردن علاقه خویشاوندی غنیمت شمار گفته. در ادای این عبادت غنیمت شمار. به هر راهی که میتوانی با آنها خلاصه علاقه را پیوست کن.